علتهای موجه روزه خوردن در رمضان و قضای آن. علتهای روزه خوردن در رمضان: بیماری، سفر، حاملگی و دوران شیرخوارگی کودک، حیض و نفاس می باشد. بیماری: انسان بیمار اجازه روزه خوردن در رمضان را دارد، بنابر گفته الله متعال که فرموده: پس هر کس از شما بیمار و یا در سفر بود به تعداد روزهای فوت شده در سایر ایام روزه بگیرد. اما بیماری و مریضی که انسان اجازه روزه خوردن با آن را دارد، آن بیماری است که روزه با آن سخت باشد یا بیمار به سبب آن آسیبی ببیند. افطار مریض: اگر بیمار روزه‌اش را خورد و مریضیش از نوعی بود که امید بهبودی در آن هست، واجب است که وقتی شفا یافت قضای روزهایی که روزه‌اش را خورده بگیرد. الله متعال فرموده: پس هر کس از شما بیمار و یا در سفر بود به تعداد روزهای فوت شده در سایر ایام روزه بگیرد. و اگر بیماری از نوعی بود که امید بهبودی در آن نیست، مانند بیماری‌های مزمن و لاعلاج، یا سنش بالا بود به طوری که توان روزه گرفتن به استمرار را نداشت، به جای هر روز نصف یک پیمانه برنج یا غذاهای رایج مثل آن در منطقه را به مسکین می‌دهد. سفر: مسافر اجازه دارد که در رمضان روزه نگیرد و قضای آن بر او واجب است. خداوند فرموده: پس هر کس از شما بیمار و یا در سفر بود به تعداد روزهای فوت شده در سایر ایام روزه بگیرد. سفری که در آن اجازه روزه‌خواری هست سفری است که با آن نماز قصد می شود و عادتاً اسم سفر بر آن اطلاق می شود، به شرط اینکه سفر جایز باشد. اما اگر سفر به خاطر معصیت باشد یا به این بهانه که روزه را افطار کند سفر نماید، اجازه روزه خوردن ندارد. و اگر مسافر در سفر به روزه خود ادامه داد، روزه اش درست است. در این باره حدیثی از انس بن مالک رضی الله عنه روایت شده که فرمود: با رسول الله صلی الله علیه و سلم به سفر می رفتیم. روزدار ما از افطار کننده و افطار کننده ما از روزدار عیبی نمی گرفت. ولی در سفر شرط است که روزه گرفتن بر شخص سخت نباشد. اگر روزه برایش سخت بود یا برایش ضرر داشت، افطار برایش بهتر است. زیرا رسول الله صلی الله علیه و سلم در سفر شخص روزداری را دید که از گرما بر سر او سایه قرار داده بودند و مردم گردش جمع بودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: روزه گرفتن در سفر از نیکی نیست. مقدار یک پیمانه به اندازه 4 کف دست عادی می باشد و اندازه پیمانه تقریباً 2 کیلو و ربع می باشد. در ازای هر روز تقریباً 1 کیلو و 125 گرم غذا می دهد. حاملگی و دوران شیرخوارگی کودک: زن حامله یا شیرده اگر بر حال خودش ترسید که با روزه به او ضرر برسد افطار می کند و مانند مریض قضا می گیرد، به دلیل اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود: الله متعال از مسافر روزه را برداشت و نماز را نصف کرد و از زن حامله و شیرده روزه را برداشت. اما اگر زن به خاطر فرزند ترس داشت نه خودش، افطار می کند و قضای آن را می گیرد و علاوه بر قضا جای هر روز به یک مسکین غذا هم می دهد. ابن عباس رضی الله عنه فرمود: زن شیرده و حامله اگر بر حال فرزند ترس داشتند افطار می کنند و غذا می دهند. حیض و نفاس: بر زنی که در رمضان دچار حیض یا نفاس شد واجب است که روزه خود را بشکند و روزه گرفتن بر او حرام است و اگر روزه بگیرد روزه اش درست نیست، بلکه باید قضای آن را بگیرد. به دلیل آنچه که ثابت شده از عایشه رضی الله عنها
وقتی از او در مورد قضای روزه بدون قضای نماز برای زنی که حیض شده از او سوال شد، فرمود: ما حیض می شدیم، به ما امر می شد که روزه را قضا بگیریم و به قضای نماز امر نمی شدیم. قضای روزه: اگر انسان مسلمانی در روز رمضان بدون هیچ عذر و دلیلی روزه خود را خورد، بر او واجب است که به سوی الله توبه و استغفار نماید، چون گناه بسیار بزرگ و کار منکری انجام داده، و علاوه بر توبه و استغفار واجب است که به جای روزی که روزه نگرفته قضای آن را بگیرد. در این حالت بنابر قول راجح علما واجب است که بلا فاصله روزه بگیرد، چون اجازه روزه خوردن را نداشته و اصل این بوده که در زمان خودش آن را به جا آورد. اما اگر به خاطر عذر و علتی روزه را خورده است، مانند نفاس و یا بیماری و یا سفر و دیگر عذرهایی که اجازه افطار کردن با آن هست، در این صورت قضا بر او واجب است، مگر اینکه از روزه گرفتن ناتوان باشد، و بلا فاصله روزه گرفتن بر او واجب نیست، بلکه می تواند تا رمضان دیگر روزه اش را با فاصله بگیرد، به دلیل آن حدیثی که از عایشه رضی الله عنها روایت شده که فرمود: بر من قضای روزه رمضان بود، به خاطر رسیدگی به امور رسول الله صلی الله علیه و سلم من نمی توانستم قضای آن را بگیرم مگر در ماه شعبان. ولی سنت و مستحب این است که در قضای روزه عجله شود، چون در ساقط کردن حقی که انسان بر گردن دارد باید عجله شود، و چون به احتیاط هم نزدیکتر است. ممکن است چیزی رخ دهد که مانع روزه گرفتن او شود، مانند بیماری و غیره. اگر قضا را تا رمضان بعدی به تأخیر انداخت و عذری در تأخیر انداختن داشت، مثل این که همان علت که باعث افطار کردن روزه شده ادامه دارد، باید بعد از آمدن رمضان بعدی قضای آن را بگیرد. اما اگر بدون عذر تا رمضان بعدی به تأخیر انداخت، طبق رأی جمهور فقها باید اضافه بر قضا به جای هر روز نصف یک پیمانه از غذای منطقه خود را به مسکین بدهد، و در مذهب حنفیه و ظاهری فدیه‌ای بر او نیست. و در قضا پشت سر هم گرفتن شرط نیست، بلکه هم میتواند پشت سر هم و هم جدا بگیرد. الله متعال فرموده است: پس هر کس از شما بیمار و یا در سفر بود، به تعداد روزهای فوت شده در سایر ایام روزه بگیرد. در این آیه الله سبحانه و تعالی پشت سر هم را شرط قرار نداده، و اگر این شرط بود آن را بیان می کرد. کسی که قضای رمضان بر گردن دارد باید قبل از روزه سنت قضا را بگیرد، چون فرض مقدمتر است. ولی اگر روزه سنت را قبل از روزه قضا گرفت، روزه سنتش درست است، به خصوص اگر روزه روزی باشد که ثواب خاصی داشته باشد، مانند روزه 10 محرم و روز عرفه و 6 روز شوال و غیره، چون اجازه برای قضا در روزهای دیگر برایش هست، ولی باز هم اولاتر این است که قضا را مقدم بکند. اگر کسی قضای روزه را نگرفت و وفات یافت، اگر روزه نگرفتن به خاطر عذری بوده چیزی بر او نیست، چون زیاده روی ننموده. ولی اگر بدون عذر باشد، به جای هر روزی که قضای رمضان بر او بوده به مسکین غذا داده می شود. اما اگر روزه نذری بر گردن او بوده، ولی او به جایش روزه بگیرد. و نظر بعضی از علما این است که اگر کسی بمیرد و روزه بر گردنش باشد، ولی او به جایش روزه میگیرد، فرقی نمی کند که روزه رمضان یا روزه نذر و غیره باشد، به خاطر حکم به عموم حدیثی که عایشه رضی الله عنها روایت کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: کسی که وفات نمود در حالی که بر گردن او روزه است، ولی او به جایش روزه بگیرد. و همچنین به خاطر حدیثی که از ابن عباس رضی الله عنهما روایت شده که فرمود: مردی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد و گفت: ای رسول الله، مادرم وفات نموده و روزه 1 ماه بر گردن اوست،
آیا به جای او قضای روزه اش را بگیرم؟ فرمود بله. گفت آنچه که بر گردن انسان است از حق الله شایسته تر است که ادا شود.